یک امام خودش قصه میکنه داستان خود را. میگه من رفتم تازه یک جای امام شدم دمی افغانستان. یک جای امام شدم. بعد از اینکه اونجا امام شدم مردم گفتن که امام تازه آمده، هر کدام ما را مهمان بکنیم. میگه هر کس مرا به مهمانی میبرد یک شب. بعد از چندین شب نوبت رسید به همسایه مسجد، کسی که همسایگی مسجد را داشت. میگه برای من گفت که مولوی صاحب امشب نوبت ما هست، به خانه ما تشریف بیاورید. این مولوی صاحب میگه من رفتم به خانه شان. وقتی که خانه شان داخل شدم مهمان خانه بود. داخل این مهمان خانه وقتی امام داخل می شود، پیش از آمدن امام زن مهمان خانه را آماده میکنه و هر وقتی که شوهر به زن پول میداده، زن به خاطری که مقدار پول خرج میکرده یک مقدارش ذخیره میکرده. به شوهرش میگفته مقدار پول من ذخیره میکنم. این را میبرده یک جای زیر توشک در این مهمان خانه میمانده که بچه ها از خانه نگیرن، یک جای مخفی. خیلی پول شده بوده. وقتی شب که مهمان میآید فراموش میکنه این زن که او پول رفته از اونجا بگیره. این خانه را آماده میکنه. بعد از این که امام تشریف میآورد داخل خانه، غذا را میخوره. بعد از غذا میرود از خانه بیرون دوباره به طرف مسجد. صبح زن یادش میاد که من خود داخل مهمانخانه پول پنهان کرده بودم، رفتم و پول بگیرم. میاد میبینه که پول در جایش نیست. پول در جایش نیست. این طرف جستجو میکنه، این طرف جستجو میکنه، تو شک بالا میکنه، این طرف فرش بالا میکنه، پول نیست. معمولا عادت زنا می از پیسر زیر فرش میکنه. میاد به پیش شوهرش، به شوهرش میگه که همسرم یک اتفاق بد افتاده. میگه چی اتفاق افتاده؟ میگه این مهمانخانه تا امروز قفل بود. من فقط امروز به خاطر پاک کردن این مهمانخانه باز کردم که تو مهمان داشتی و غیر از تو و مهمان دمی مولای صبح کسی دیگه داخل این مهمانخانه نشده. اون پیسایی که من ذخیره کردم در داخل مهمانخانه نیست. مرد از زنش پرسان میکنه و زن متوجه باش که عالم است، به سر عالم تهمت زده نمیشه، عالم دزدی نمیکنه. تو جستجو بکن، شاید دیگه جای دیگه پول پنهان کرده باشی. میگه نه به خدا قسم که داخل میمانخانه بود. همین روز من جایش دیده بودم ولی فراموش کردم رو بردارم. این مردک شکی میشه که شاید این مولا دزدی کرده باشه یا عالم دزدی کرده باشه. به دلش عقده پیدا میشه، هرچی جستجو میکنن پیدا نمیشه. 6 ماه از این حادثه میگذره ولی دل این آدم هر روز دردش عمیق‌تر میشود که چطور ما پشت کس نماز بخوانم که دزد است. ما کسی را آوردیم به نام عالم و او را پیش نماز خود قرار دادیم و او آمده پول ما را دزدی کرده. من پشت از این نماز بخوانم تا چی وقت میره صبر بکنم؟ این کینه و عقده خود مرا هلاک کرد. بار دیگر در یک گوشه وانو رو از توجه مردم جلب کنید. در یک گوشه دل من میگه همیشه میگفتم چطور پشت کس نماز بخوانم که پول مرا دزدی کرده. میگی حالت مرا بسیار آزار میداد. نشد دوباره مهمانی گرفتم و همین امام و عالم را دعوت کردم داخل خانه. وقتی که عالم آمد داخل خانه، پیش از اینکه غذا بخوریم برش گفتم مولای صاحب تو خب پیش نماز هستی، 6 ماست که ما پشت تو نماز میخوانیم، ولی دوست دارم که امشب یک سخن را از ته دلت به ما بگویی. تو را به خدا قسم میتونم که دروغ نگویی. این درون ما خو کینه و بغض و عداوت تو موج میزنه. من بسیار بدگمان هستم نسبت به تو. تو را به خدا قسم میتونم پیش از 6 ماه که تو خانه من مهمان شدی، من پشت غذا رفتم، آیا پولی بر نداشتی؟ یا اول داخل شدی پولی بر نداشتی؟ اینجا پولی نبود؟
این مولوی صاحب گفت چرا؟ پول بود، پول گرفتم من. این صاحب خانه گفت تو شرم نمی کنی؟ تو از خدا نشرمیدی؟ تو عالم هستی، از نامت نشرمیدی؟ تو پیش نماز هستی، تو وارث نبی هستی، تو نشرمیدی که دزدی کردی؟ تمام سخنهای زشت و بدی که بود به این عالم گفت. بعد از لحظات دید که عالم گریه میکنه و چشمانش پر از اشک است. این صاحب خانه گفت چه گریه میکنی؟ هم دزدی میکنی هم گریه میکنی؟ عالم گفت نه، گریه من از این نیست که تو مرا دزد گفتی، گریه من از این نیست که تو مرا تهمت زدی، گریه من به خاطر از این نیست که من متهم بودم به نزد تو و تو و همسر در 6 ماه غیبت مرا کردی. به خدا قسم گریه من از این نیست. گریه من از این است که قرآنی که در طاقتان میبینی. گفت بله. گفت وقت وارد خانه شما شدم دیدم که پولها تیت شده بود. این پولها را جمع کردم، پولش به پوش قرآن ماندیم. گریه من از این است که 6 ماه شده کتاب خدا را باز نکردین. شما مسلمانین، شما 6 ماه قرآن کتاب رب من را باز نکردین که پول خود را داخل قرآن ببینین. شما چی جواب دارین به پیشگاه الله؟ گریه من از این است که این قرآن در خانه شما چقدر بیچاره است. این قرآن در خانه شما چقدر بیچاره شده، چقدر بیکس شده که در 6 ماه قرآن را باز نکرد. بعد از که این کلام میگه عالم از جای خود بلند میشه، دستمال خود را میگیره، از خانه بیرون میشه. این مرد سراسیمه دویده میره پوش قرآن را باز میکنه که پیسا داخل قرآن بنده است. یه خودش یک قصه را میگه. شما را به رب کعبه قسم که چند فیصد ملت همین حالت را دارن. چقدر ما قرآن را باز میکنیم. تفلکای ما قرآن میخوانن، قاعده میخوانن. چند بار از پیششان پرسان کردیم که فرزندم کجا درس میخوانی، چقدر درس خواندی؟ کی فرصت داریم ما قرآن بشنویم؟ ما پارسالم گفتم وقت ماه مبارک رمضان میشه، جوان به قاری میگه قاری شب تیز بخوانی. باز موی سفید به قاری میگه تو خوب قاری نیستی، چرا تیز خوانده نمیتونی؟ این بیچاره 60 سال را در خواب تیر کرده. این 60 سال به بدبختی تیر کرده. دلش چنان تاریک و سیاه شده که از آواز قرآن خوشش نمیآید. ولی همین موی سفید وقت در موسیقی بشنوه، بشینه، ساعتها میشنوه.